بار دیگر سلام میرسانم به بینندگان عزیز و همه آنهایی که این لحظه ها ما رو در رادیو آزادی در آزادی ویدیو تماشا دارم و شالوی گلخوجه هستم. در چند دقیقه دیگر برای شما خبرهای تازه رو میرسانم و همه شما از اون رو 3 ساعت پس در برنامه خبری در بخش مستقیم انتظار خواهم بود. دیروز اتفاق جوانان تاجیکستان در انجمن خود نامزدی امامعلی رحمان پرزیدنت کنونی را در انتخابات قریب الوقوع پیشبری کردند. از این پیشتر هفته گذشته نامزدی امامعلی رحمان را اینچنین فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل نیز پیشنهاد کرده بود. حزب خلق دموکراتی تاکنون نامزد خود را اعلان نکرده است. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود. تا حالا 5 نفر از جمله رئیس جمهور برای شرکت در آن همچون نامزد پیشبری شدند. بجز این حزب اگراری، حزب سوسیالیستی، حزب دموکرات و حزب اصلاح اقتصادی رئیسان خود را داوطلب کرسی رئیس جمهور اعلام کردند. اما همه این افراد که وکیلان مجلس نمایندگان هستند همیشه از سیاست‌های رئیس جمهور حمایت کردند. منتقدان میگویند پیشبری نامزدی این افراد صحنه‌سازی و با رقابت وانمود کردن انتخابات میباشد. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را تحریم یا بویکوت کرد. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گفتند تصمیم حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان درباره تحریم انتخابات حق خودشان میباشد. از اول ماه سنتябр معاش کارمندان بودجوی، نفقه و استیپندیا در تاجیکستان بالا می رود. سندی که از طرف رئیس جمهور امضا شده است افزایش مزد مهنت کارمندان اداره‌های بودجوی از جمله در بخش‌های تندرستی، فرهنگ، ورزش و حفظ اجتماعی و بخش‌های واقعی اقتصاد را تا 15% پیش بینی می‌کند. همچنین معاش زمینوی، حداقل اندازه نفقه، استیپندیا نیز به همین مقدار بالا برده می‌شود. با معاش وظیفوی خدمتچیان حربی، کارمندان مقامات کارهای داخلی و دادستانی 10% زم می شود. اجرا شدن فرمان به دوش حکومت تاجیکستان است و آن از امروز از حساب مبلغ‌های بودجوی عملی می شود. ولی در 2 سال اخیر 2 بار 15% افزایش یافتن معاش کارمندان بخش بودجوی را آنقدر خوشحال نمی کند. آنها میگویند این به درآمدهای واقعی آنها تأثیر کلان نخواهد رساند. شروع از امروز یعنی از 1 سنتябр قرقیزستان به شهروندان ازبکستان اجازه ورود میدهد، اما شهروندان قرقیزستان هنوز امکانی به ازبکستان رفتن را ندارند. گلمیرا باروبوی و سخنگوی خدمات مرزبانی قرقیزستان اطلاع داد تصمیم باز کردن مرز برای شهروندان ازبکستان به آن خاطر گرفته شده است که وضع بهداشتی در آن کشور معتدل ارزیابی می شود. باروبوی و افزود 1 سنتябр در مرز دو کشور تنها گذرگاه دوسلیک باز می شود. حتی آن شهروندان ازبکستان که در حدود قزاقستان یا تاجیکستان قرار دارند اجازه ورود به قرقیزستان را پیدا میکنند، گفت او. نماینده خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید شهروندان قزاقستان نیز از این حق برخوردار میباشند. بعد آنکه 15 مارت در ازبکستان نخستین حالت گرفتاری با کرونا ویروس ثبت شد، روز 16 مارت توشکند مرزهایش را برای همسایه‌هایش بست. در نتیجه ازبکستانی هایی که در قرقیزستان قرار داشتند نتوانستند به کشورشان برگردند. قرقیزستان تا امروز مرزهایش را برای شهروندان 31 کشور باز کرده است، اما در این رویخط از همسایه‌های قرقیزستان تنها تاجیکستان شامل نشده است. و در ادامه موضوع مربوط به مرز، وزارت معارف و علم روسیه گفته است دانشجویان خارجی که بنابر بستن راهها نتوانستند به این کشور سفر کنند طریق آنلاینی تعلیم داده خواهند شد. چنین طرز خوانش تا برقرار شدن پروازهای بین‌المللی ادامه خواهد کرد. سال گذشته در روسیه نزدیک 298,000 دانشجویان خارجی اساساً از قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین و آذربایجان و کشورهای دیگر تحصیل داشتند. امسال امتحان داخل شوی با مکاتب عالی روسیه بنابر پاندمی کرونا ویروس برای اولین بار در تاریخ این کشور طریق آنلاینی صورت گرفت. بیش از 1000 دانشجوی تاجیک از این رو به دانشگاه‌های این کشور داخل شده و حالا در تاجیکستان قرار دارند و مقامات تاجیک برای فرستادن این محصلین از جانب روسیه کمک خواست. و در پاسخ به سوال‌های با تکراری شما وابسته به تقدیر مرز و برقراری پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه بار دیگر برای شما اعلام می‌گویم که تا این لحظه یگان خبر در این زمینه نیست و اگر در دوام روز و روزهای بعدی مقامات این کشورها تصمیم گرفتند که پروازها برقرار شوند، منظورم پروازهای دائمی و همچنین مرزها گشوده شوند، مطمئن باشید که ما یکم شده برای شما این خوش خبر رو میرسانیم. اما چون چیزی نیست، ما نیز در این باره برای شما متاسفانه چیزی گفتن نمیتونیم.
дар Омски Русия хадамоти амнияти федералӣ нисбати як шаҳрванди Тоҷикистон барои убури ғайриқонунии марз парвандаи ҷиноятӣ боз намудааст. Ба қавли манбаъ, зодаи 45-солаи Тоҷикистон соли 2018 аз қаламрави Русия ихроҷ шуда то соли 2022 ҳаққи вуруд ба ин кишварон надоштааст, аммо ӯ дар Тоҷикистон бо ному насаби дигар шиносномаи нав мегирад ва бо он 3 маротиба марзро ғайриқонунӣ мегузарад. Дар итлоя омадааст ки шаҳрванди Тоҷикистон аз марзбонон дидаву дониста иваз кардани маълумоти шахсиашро пинҳон доштааст ва ҳоло ба ӯ то 4 соли зиндон таҳдид мекунад. Тонкои вазорати дифои Тоҷикистон дар як сабқати тонкои кишварҳои ҷаҳон дар Русия 2 ҷойи аввалро соҳиб шуданд. Дар ин сабқат тонко аз тарафи вазорати мудофиаи Русия низ иштирок доштанд ва тавре аз вазорати мудофиаи Тоҷикистон гуфтанд, дар ин сабқат гурӯҳи афсарони тоҷик бо 3 тонк ширкат намуданд ва дар мусобиқае ки 30 август баргузор шуд, ҳамчунин кишварҳои Чин, Озарбойҷон, Лаос, Вьетнам, Мянма, Қатар, Конго ва кишварҳои дигар низ ҳузур доштанд. Тавре дар навори шабакаи телевизионии Русия мавсум ба Звезда ҷарони ин мусобиқа гузориш дода шуд. Зикр гардид ки бо вуҷуди он ки тонкои Тоҷикистон ҳангоми убур аз монеаҳо натавонистанд ҳадафро нобуд кунанд, вале аз ҳама пеш ба марра расиданд. و در شهرهای دوشنبه خوجند و در اومدگاهی نویه عینی منوره 13 متر بنیاد گردیده است. این منوره برای تجلیل از 30 سالگی جشن استقلالیت ساخته شده است و در بالای آن رمز کره زمین تصویر یافته با چراغک‌های رنگم و پرچم آرا داده شده است. درازی منوره 13 متر و پهنای آن 4 متر بوده است. ماه سنتябри سال گذشته در شهر کلوب هم یک منوره 30 متری ایفل ساخته شد و بنیاد گوشه پاریژ در اینجا با خرج 4 میلیون دلار واکنش‌های مختلف رو به میان آورد. برخی برای زیبایی شهر از آن جانبداری کردند، قسمت دیگر خرج زیادتی نامیدند که میتوانستند با این مبلغ جای کار آفرند. در تاجیکستان ساختن هر چیز محتشم عنعنه شده است. پرچم و نشان ملی در 2 سال اخیر در بسیار از نویه‌ها ساخته شد که یکی از دیگر با بلندی و بزرگی فرق میکند. قرار است سنتябри سال آینده در خطلان در شهر لیوکند باز یک مناره دیگری ایفل با بلندی 30 متر ساخته شود. خب بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که من خواستم در این ساعت برای شما بگم. با خبرهای بیشتر از این و بگزارش روز من شما را در برنامه خبری در اینجا در پخش مستقیم بعد از 3 ساعت منتظرم. خود را احتیاط کنید. روز خوب داشته باشید.